سلام عزیزان دل، خدا کنه صحت، سلامت، جان جور، لباس عافیت به تن داشته باشین. در هر کنار جهان که باشین زنده و سلامت و خوش و آرام باشین با تمام اعضای فامیلتان. خوراکای نازنین، هموطنای نازنینم، از هر یک شما تشکری میکنم بسیار زیاد از صمیم قلب که شما برای من و اولادایم و شوهرم بسیار تبریکای از قلب خوش شدین شما. تا که دیدین که یک فامیل دوباره خواست خداوند بود که دوباره در زیر یک چت تمامشان زندگی میکنن و یک جای خداوند ما را ساخت. ما شما افغانای نازنین همیشه کل ما هر مسلمان روی جهان که هست میگیم که برگ از درخت نمیفته بدون خواست خداوند. حتما خداوند پاک طرف قلب ما دید، خداوند پاک طرف اولادای ما دید که چقدر معصوم، چقدر ناامید هر طرفی که باشن سعی میکنن، چی که با پدر خدا بودن، چی که با ما بودن، همیشه مایوس بودن. همیشه که فامیلا رو میدیدن یک جای، مادر و پدرها رو میدیدن یک جای، حتما در قلبشون یک ناامیدی میامد. و همچنان حتما خداوند طرف شوهر ما بود توران جان که ما رو پس با هم یک فامیل مستحکم شدیم. هموطنای نازنین، شما در این قدر وقت که مرا دیدین روی سوشال میدیا، ما که شروع کردم روی سوشال میدیا، ما هیچ وقت فکر نکردم که و نمیکردم که شاید افغانا باشه در سوشال میدیا، در تیک تاک چیزا. آنستی من وقتی که شروع کردم به مساتیری وقتیری خود بودم که یک لبخند یک چیز به خود بکنم. به منظور من در اون وقت هیچ چیز نبود که بیایم be an influencer. That was never my intention. It was never my intention. کسانی که ما و شوهر ما و زندگی ما را میشناسن، بسیار زیاد کسایی که در کالیفرنیا هستن و در ایست کوست هستن میشناسن که ما چه قسم زندگی را شروع کردیم و چه قسم با هم دست به دست شدیم زندگی خود جور کردیم. ضروری نیست که من بشینم زیاد درباره زندگی خود گپ بزنم، به خاطر که حتما شما میفهمید. مگم کسایی که نو میاین، کسایی که البته غلط فهمی شده برشان، میخوایم یک ذره روشنی براتون بیارم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما با شوهرم در 1997 در 11 جولای 1997 ما اینا ازدواج کردیم. سن ما 17 ساله بود، سن شوهرم 22 بود. مشکل بس کنم که ازدواج کردیم در 97 رسید کردیم در دسامبر of 98 بچه یکم تولد شد. ما از صفر شروع کردیم. ما و شوهرم آپارتمان بسیار خرد داشتیم. من مکتبم میرفتم، پارت تایم کارم گرفته بودم. توران جانم بسیار پشت کار داره، کار شروع کرد. زندگی ما را با دعای خسر خوشو پدر مادر ما که همیشه خسر خوشی ما چی که از ما چی که توران جان همیشه بر ما دعا کردن و خواست خدا بود که اما قدر یک زندگی بهترین زندگی رو ما شروع کردیم. همیشه دعای امگی کلان ها در پشت ما بود. کسانی که در کالیفرنیا زندگی میکنن میفهمن که چه قسم ما زندگی داشتیم وقتی که بهترین خانه داشتیم، بهترین زندگی داشتیم، بهترین مردم دستشان در زیر انگشتشان مونده بود که این دوتا چطور کار میکنن. گرچه که شوهرم در دیلرشپ جنرال منیجر بود، همچنان پیتزا شاپ داشتیم و همچنان دیلرشپ چی داشتیم، دیلرشپ هم داشتیم در ریچموند، پیتسبورگ بود، ریچموند، و همچنان گس استیشن داشتیم. کلش از برکت زحمت کشی شوهرم بود و کلش از دعای مادرش خوشی ما که اونم قدر برش دعا کرد و اونم قدر پدر کوکایم، پدر توران جان دعا کرد و مادر پدر من همچنان دعا کردن. من برای 22-23 سال از فامیلی خود دور بودم. همیشه فامیل خسران من همیشه مرا مثل اولاد خود در کنار خود گرفتن. اگر که نصیحت بود کردن، اگر خوبی بود میگفتن، اگر مثال یک کار خوششان میامد، همیشه راهنمایی خوب برای من و برای اولادم و برای اولاد برای شوهر خود، شوهر من ای بابا زیگاب زدن نمیبود. برای شوهرم همیشه نصیحت مثل پدر مادر ولی همیشه راهنمایی کردن. با اونم خاطر من همیشه از مادر پدر خود دور بودم، به خاطر که در سینه مادر وقت بودم. برای من خوشی نبود، برای من مادر بود. anyway برای 23 سال که ما زندگی کردیم، البته هر کدام ما شما زن یا شوی که دارین میفهمین که مشکلات در سر هر فامیل آمده. گرچه که ما خودم دیدیم در چشم خود و نمیخوایم نامایشان بگیرم که هر فامیل مشکلات زندگی خود بینشان میهن، چی که پیر باشن، چی که جوان باشن، چی که میانه سن باشن. متاسفانه اونمو وقتی بود که در
2019 or 20 که من از تورانجان جدا شدم و این نمیخواست خدا بود. اونم وقت خداوند نمیخواست که ما یک جای باشیم، جدا شدیم. من تکساس آمدم، تورانجان انوزام در کالیفرنیا زندگی کرد. قسمی که شما میبینین من دوباره ازدواج کردم. امید هر خانه و شوهرم تورانجان دوباره ازدواج کرد. اوکی؟ هر مادر و هر پدر همیشه هرچی که میکنیم میخوایم که اولاد ما آرام باشه. اولاد ما همیشه پرایورتی می باشه که اونا آرام باشه. اگر ما آرام باشیم، اگر سر ما هر قسم چیز باشه، اولاد ما آرام باشه. اولاد که پیش مادر و پدر خود باشه، اگر که مادر یک سیلی در دانش خدا هینا خواسته بزنه، یک پدر سرش کار شوه، نه مادر دلش درد میکنه، نه پدر میگه به خوبت کرد مادرت بود یا خوبت کرد پدرت بود. نه مگم پدرندر و یا مادرندر هیچ وقت اولادت قسم خودت که دوست داری هیچ وقت نمی داشته باشه. زندگی تیز شد، متاسفانه ما جدا شدیم، شما دیدین، و تورانجانم از خانم خود جدا شد. بهترین خانم است، من بسیار همیشه دوستش می داشته باشم. چند بار کتش که برام زنگ زده، کتش گپ زدیم، مگم I wish her the best. بسیار یک زن بسیار خوب بود. خوشی من همیشه ازش خوبی و خسرانم همیشه خوبی گفتن. مگم متاسفانه زندگیشون کار نشد، نشد. و همچنان از من هیچ وقت کسی که در زندگی ما اومد یا هیچ چیزی هیچ وقت بعدشون نمیگم. همیشه من برای شون موفقیت بیشتر میخوایم و همچنان تورانجان برای خانم وقتنگی خود خوشبختی میخوایم. قضیه را شما دیدین، اینو ضروری نیست که من زیادتر بیایم در اشتباهش گپ بزنم. وقت شد، وقت نکاح دخترم شد که تورانجان با دو بچه‌ام که پیش اونا زندگی میکردن آمدن پیش من. اونا در خانه من نبودن. اوکی، در خانه من نبودن. شما اونا هتل گرفتن، اینو در موجه باز دادن، اینو نزاکت‌ها را مراعات همیشه تورانجان کردن. در هتل بودن، آمدن به خاطر دخترمون نکاحش بود. در اون وقت این که ما تورانجان دیدیم که اولادای ما چقدر خوش سرشون میگذره، چقدر فامیلی ما خوش شده بود، چقدر خالیم خوشویم، مادر جانم خوش شده بود که اولادای یک جای بود. و ما یک برتان میگم هیچ وقت مادرتانه که خوشیتان میباشه هیچ وقت نرنجانین. همیشه برش احترام داشته باشین، به خاطر به بدتان هیچ وقت نیست. هیچ وقت به خاطر اگه به بدتان باشه اون مانا میته به بد اولاد خود میباشه. خالیم مادر جانم که خوش شد بود، از دخترم خوش شد. آرسی به نام نیک، گرچه که شما میگین که امریکایی را گرفته، خارجی را گرفته، اصلا اگر که من بر شما بخیر میمانم که زک نام خود الحمدلله مسلمان شد. اوکی، ما برای شما ویدیوش گرفتیم که باز ببانم. اونم قدر حتما اینمی یک برکت بسیار کلان بود و خداوند پاک مرا و دختر ما و شوهر ما و اولادای مرا در اینمی سیچویشن آورد تا که ما پس اما قدر یکی دیگر را بفهمیم، زندگی خدا بفهمیم که هر چقدر که مردم بیایه برات بویه که نیمه بهترین مادر میشم، اولاد خودم پس میباشه، اولاد تو پیش میباشه. یک مرد بیایه بویه بهترین پدر میباشه، اولاد خودم پس میباشه، اولاد تو پیش میباشه. مادر است، پدر است، نه؟ و همچنان دیگه زیاد گفتنی دارم، من بر شما شاید حتما ویدیو حتما خلاص میشه، در دیگهش میگم خداوند کار خدا میفهمه خودش که چه وقت کیره در نمی قدر وقته، در نمی قدر 5 سال. Let me make another video, okay?